این طرف دوستان عزیز یک فروشگاه حیوانات به حساب که مردم میخرن به قربانی، قصابا میخرن و از اینا. میگه این باغچه‌های خشک نشدن دوستان عزیز، برعکس تازه هستن. برفا رو میبینین که دیرشان ریخته اما برگای از اینا نریخته. کابل و این طرف لوجه رو روبروی هم طرف پروژه تیمنی و همونطور تیمنی سابقه و بالاخره شهر نو. این هم تالار عروسی شام پاریس. از این قسمت ببینیم درست سلام و درود مسار همه شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و از زندگیتون هم با خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز، این منطقه لبجر زورآباد میگن، قسمی که داریم این لوحه نوشته هست سرک 35 الف. لوحه رو ببینین. این طرف دوستان عزیز یک فروشگاه حیوانات به حساب که مردم میخرن به قربانی، قصابا میخرن و از اینا. میگه این همیجا هست به این بازارک. خوب یک نامک هم دارم، نامش یادم رفته دوستان عزیز. خوب نامک داره، خوب نامش شما در کومنتار بنویسین که بازار را چی میگن دیگه. ولی بعضی دوستان عزیز این چیزا فروخته میشه و البته دیگه زیاد گوسفند بزرگ دیگه هیچ بچه‌شون نمیخوره گاوتمند و گوسالا در داخل شاید باشه. داخل هم داره یک بازار. راستی دوستان عزیز بازار نقاش میگن، بازار نقاش دیگه. دوستان عزیز این نمایشگاه موتر رو میبینین در زیر زمین هتل که هست. نمایشگاه موتر سخا هست. حاجی صاحب سخا دیگه از این موتر فروشی و از اینجا مشهور شد و نمایندگی اصلیش هم در این قسمت است. کسایی که میخواین بیاین موتر خریدن دیگه میتونن که در این قسمت تشریف بیارن و موتر بگیرن. نمی سرک 4 راهی سرسبزی هست دوستان عزیز. ما هم دوستان عزیز در سرک 4 راهی سرسبزی روان هستیم و میخوایم بریم از 4 راهی سرسبزی شهر کابل دیدن کنیم. طرف دوستان عزیز پانتون طبی افغان سوئیس و شفاخانه‌اش. این طرف هم زینت شهر کانتیننتال یا تالار عروسی زینت شهر در تصویر میبینین. طرف هم لکیالی افغان سوئیس از دوستان عزیز. پانتون، شفاخانه و مکتب همش در یک قسمت و یک جای. این طرف هم دوستان عزیز موترهای کرایی هست که اگر خواستین کنم وقت بررسیتن بگیرین باز بین نمیشه میگونه شرایط چه ببینین و بررسی و نامزدی و یگان وقت دیگر موتر کرا بگیرین. باغچه‌های خشک نشدن دوستان عزیز، برعکس تازه هستن. برفا رو میبینین که دیرشان ریخته اما برگای از اینا نریخته. این جاده هم دوستان عزیز از جاده های فرصت شهر کابل است. بیربار نداره و قدر سرسرا هم نداره
نفوذ هم قدر مثل دیگه جایا نیست دوستان عزیز در این بخش و میگه جایی است که کمتر استفاده میشه نسبت برای جایا نسبت برای جاده شهر کابل استفاده داره، اما نسبت برای جایا دوستان عزیز نیم مثل سرک های عمومی و اونا. طرف هم لوحه شفاخانه اطفال مسعود مصطفی زده شده، اما نمیتونیم که هست یا نه. دوستان عزیز بار آخر که آمده بودیم دیدیم این هتل که تخریب شده میره و در حال بازسازی هست، هنوز تخریبش کامل نشده. تقریبا 2 هفته پیش بود فکر کنم یا 3 هفته که آمدیم، یه روز تخریبش کامل نشده دیگه، کارش بسیار سلو با پیش میره. شفاخانه کشا هم دوستان عزیز در این بخش هست که میتونیم ببینیم و این طرف تالار عروسی سیاره کانتیننتال. طرف هم میبینید که اونا بازسازیش جریان داره و پهلوش هم دوستان عزیز تالار عروسی قصر پاریس هست. چهارراه سرسبزی رو به نام نیو تالار که دوستان عزیز زیادتر میشناسند. او طرف دوستان از میره طرف چهارراهی مارکت شهر کابل و این طرف لوجه رو روبروی هم طرف پروژه تیمنی و همونطور تیمنی سابقه و بالاخره شهر نو. این هم تالار عروسی شام پاریس. از این قسمت ببینیم درست معلوم میشه یکی از تالارهای بزرگ شهر کابل است دوستان عزیز. دیگه این طرف هم آب زردک و آب میوه دیگه میفروشن کلن و شاروالی کابل هم هست. همین قسمت طرف شفاخانه جراحی همکار است، قصر عروسی کرستال، او طرف شهر کانتیننتال. دیگه هتل‌ها دوستان عزیز در این قسمت ها زیاد است. طرف هم شفاخانه الطیب از دوستا. سرک ما بگذاریم همینطور پیش بریم سلو سلو. قصر کرستال در تصویر میبینین. درخشان پرودکشن، استاندارد لب، طرف دیکور آمد و این چیزا زیر دوسته. خب دوستان عزیز این هم از چهارراهی سرسبزی شهر کابل. امیدوارم که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه کنه و الله متعال پاک و بی نیاز می سپرم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.